اگر همین الان بیفتی و بمیری فکر میکنی برای اطرافیانت چه اتفاقی میفته؟ احتمالا این خبر بعد از چند ساعت به گوششون میرسه و تو خوشبینانه ترین حالت برات یک مقداری اشک میریزن و همه نه از روی ناراحتی بلکه از روی کنجکاوی درگیر اینن که چه اتفاقی براش افتاد که مرد. برنامه‌های فرداشون رو چک میکنن که ببینن برای خاکسپاری تو وقت دارند یا نه. فردای بعد از فوتت توی مراسم همه اعضای خانوادت بالای سرت ایستادن و گریه میکنن. ما بقیه افراد اون پشت سر همه تلاششون رو میکنن که جلوی خندشون رو بگیرن و همه در گوشه هم پچ پچ میکنن که ای کاش زودتر بسپریمش به خاک سر که غمش از دلمون بره بیرون. و تو بعد از چند روز فراموش میشی توسط همین مردمی که یک عمر از قضاوتشون میترسی. جوری که دوست داشتی زندگی نکردی، نخوردی، نپوشیدی که اونا ازت راضی باشن و تاییدت کنن. عمر با ارزش تو هدر نده برای مردمی که بود و نبودت هیچ فرقی براشون نداره. در همسایه چی میگن، مردم چی میگن؟ مردم الان کجا بدبختی من ببینن، تنهایی من ببینن. خسته شدم از لغلقه زبون این اون بودن. آسه رفتن آسه اومدن. من نمیفهمم اگه آخرش اینجایی بود که آقا جون رفت دیگه چه فرقی میکرد این بهبه و اها